یک مدل کسری داریم. خیلی مرکب менамояд. بیاین ساده کرده کار کنیم و وقتی کار کنیم چیکار میکنیم؟ این البته که تناسبی ضرب تناسبی است. مخرج با صورت مخرج باید ضرب کنیم و کسرها رو ضرب‌های تناسبی میکنیم و کسرها رو با کسرهای نادرست میگردانیم که آسان‌تر شود. بیاین هم یک بار میکنم. 2/3 با کسر نادرست گردانیم چیکار میکنیم؟ 2 رو با 4 ضرب میکنیم و 3 جمع میکنیم، یعنی 11 تقسیم 4 و این رو به مخرج دوم کسر ضرب میکنیم x جمع این. بیاین این رو هم به کسر نادرست گردانیم 4 تقسیم 3 برابر می شود به در قوز ما x جمع 1 تقسیم 4 داریم و بیاین این دویمش رو به کسر نادرست گردانیم ضرب 11 تقسیم 3 با و این رو چه کار میکنیم؟ روی آسان بیاین قوس ها رو شاید روی آسان هم به فکرم هسته، چون که نگاه کنید هر طرف 11 است. من این رو اختصار کرده میتونم، لیکن اگر نفهمیده باشیم بیاین یک با یک رویم ضرب میکنیم 11 بتون رو 11 تقسیم 4 x جمع 11 تقسیم 4 ضرب 4 تقسیم 3 برابر به 11 تقسیم 3 x جمع 1 تقسیم 4 ضرب 11 تقسیم 3 و از اینجا بیاین چیکار میکنیم؟ مدل است. x رو با یک طرف، عدد رو با دیگر طرف، کسر رو با دیگر طرف جمع کنیم. چی میشد؟ 11 x تقسیم 4 مینوس 11 x تقسیم 3 برابر میشد. این کسر رو ساده کنیم 11 تقسیم 12 میشد. این کسری اگر ما وای کنیم اینا اختصار میشن 4 و 4 11 تقسیم 3 مینوس 11 تقسیم 3 میشود. بیاین رنگ دیگر گیرم. نگاه کنیم مخرج رو باید برابر کنم، همش رو با 12 باید کنم. این باید 3 با این 4 1 و این هم 4 کنیم و باید چی میشود؟ 33 x تقسیم 12 مینوس 44 x تقسیم 12 برابر میشود به 11 تقسیم 12 مینوس 44 تقسیم 12. یعنی هر طرف همش مخرج های یک خیلی شدن. بیاین یک جای کنیم 33 x مینوس 44 x و یک مخرج عمومی این چند؟ 12 میشود برابر به 11 مینوس 44 مخرج عمومی 12 با 12 میشن. نگاه کنید در هر طرف کسر و مخرجشون یک خیلی هستند. اینجا که برابری هسته فقط صورت ها رو به نظر گرفته دوام کرده میتوانم، چون که مخرج ها یک خیلی هستند و 33 x مینوس 44 x این مینوس 11 x میشود. من فقط اکنون صورت ها رو کار میکنم چون که مخرج ها یک خیلی هستند. یا مینوس 11 x برابری مینوس 33 و از اینجا اگر ما مینوس 33 به مینوس 11 تقسیم کنم x برابری 3 میشود و جواب ما به خاصیت تناسب استفاده برده مول ذهن رو کار کنیم، یعنی x رو باید یابیم. x رو از ما میپرسد و از اینجا جواب 3 میشود.